سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من لئو ام و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه. رفقا این ویدیو فرق داره، یعنی ویدیویی بود که 1000 بار، یعنی ببینید دایرکتم پر شده بود راجع به این ویدیو. ای گفتید ویدیو چیه؟ آره داشت، حتما از تامنیل دیدید دیگه. تامنیل ویدیو آموزش هیپ فایر، یعنی چجوری تو هیپ فایر خوشگل بزنی، هیپ فایرات بخور و چه میدونم بری مثلا رنج دور وایسی تلخ طلوخ هیپ بزنی، بعد تیمیتات بهت بگن حکو چه میدونم، همه بهت بگن چیت داری. دیگه کلا اومدم گفتم آموزشش رو بذارم واسهتون، چون خیلی درخواست زیاد بود و اینا. آره خلاصه رفقا، یه چیزی رو که همه فکر میکنن و این اشتباهه اینه که فکر میکنن اسکینای مختلف دیل هیپ فایرش فرق میکنه. داداش من لجند و میتیک هیچ فرقی نداره، دیفالت هیچ فرقی باشون نداره، نه دمیج اضافی نه رنجر اضافی، همه چی یکیه. لجند گان لجند میتیک اینا فقط افکته. فکر نکن یکی هیپ فایرش بهتر میخوره یکی اونجوری، همه بستگی به شانست داره که هیپت بخوره یا نخوره. حالا ببینید بچه، کلا هیپ فایر شانسیه. خب هیپ فایر کاملا شانسی، یعنی تو نمیتونی تعیین کنی که هیپت حتما بخوره، ولی میتونی یه کارایی انجام بدی که درصد خوردن تیر تو ببره بالا. من امروز نیومدم بهت یاد بدم که دقیقاً هیپ فایر تو بزنی رو صورت یارو، چون اصلا امکان پذیر نیست، شانسیه. اومدم بهتون بگم چیکار کنید درصد اینکه تیر بخوره به انمی بیشتر بشه. واسه این کار شما اولین کاری که میکنی باید اینو حواست باشه، اتچمنت ربطی نداره زیاد. یعنی تو دیلت با مازل باشه بدون مازل باشه ربطی نداره. من هم با دیل با مازل هیپ زدم هم بدون مازل هیپ زدم، هیچ فرقی نمیکنه. بچه‌ها یه کاری که شما باید انجام بدید، یعنی اولین نکته ای که باید انجام بدید و رعایتش کنید تا هیپتون بهتر یه خورده اون ببین الان چیکار کردم، یه خورده بخواد بهتر بخوره، هیپه جمع و جور بخوره. ببینید دستتون که رو صفحه است، میبینید من چیکار میکنم. دستتون که رو صفحه است میخواید هیپ بزنید، دستتون رو صفحه بردارید، دارید میچرخونید صفحه رو یه خورده. ببین من دارم چیکار میکنم، یه لحظه دستم رو صفحه برمیدارم هیپ میزنم، اون انگشتم که باش صفحه رو چپ و راست میکنم یه لحظه ورش میدارم هیپ میزنم، باعث میشه هیپ فایر جمع‌تر بخوره. ببینید من اکثرا هیپایی که من میزنم هم سر همین به میگن چیت، به خاطر اینکه هیپام تیرم یه خورده دقیق تر میخورم. مثلا اینجا رو ببینید چی کار میکنم، اینجا میرم میچرخم داخل هوا، موقعی که فلیک شات زدم دستم و سری بردم سمت دیوار، بعد ول کردم دستم رو صفحه برداشتم هیپ فایر رو زدم، دوباره دستم رو چرخوندم. این باعث میشه که هیپ فایرم جمع و جورتر بخوره. واسه همین من ایمو میگیرم سمت انمی هیپ فایر میزنم. بعضی وقتا ببین همیشه اینجوری نیست. من الان این مچ رو ببینید چقدر کات زدم ویدیو رو، هر راند ما 3-2 عقبیم. خب من هر راند دارم هی کات میزنم، راندایی که مثلا اضافی هیپام نخورد و کات زدم، که فقط شما اینو بدونید چقدر تو باید ترای کنید، چقدر تو باید هیپ بزنی تا بالاخره یکیش بخوره. فکر نکنید من مثلا میرم داخل مچ هر هیپی میزنم میخوره، اصلا اینجوری نیست. من مثلا میرم یه راند با بچه‌ها مثلا میرم، حالا این که الان کاستوم معمولیه که 2 نفرشون هم لفت دادن فکر کنم. ما کلا وقتی میخوایم ویدیوی هیپ بگیریم کارمون اینجوریه که با بچه‌ها میگیم آقا هر کی ایم بگیره، آره هر کی ایم بگیره همون کلمه است. بعد کل مچ همه بچه‌ها با اسنایپ هیپ فایر میزنیم، از 100 تا ترای هیپ فایر یکیش میخوره. یعنی اینجوری نیست که من از 100 تا مثلا 4 تا 5 تا در بیارم، اینجوریه که از 100 تا مثلا یکیش میخوره داخل هر راند یه دونه هیپ فایر. اونم چی اگه تو بخوای کل چیزو بخوای هیپ بزنی، که این واقعا چیز رو مخیه. مثلا مخصوصا اگه انمیت گان داشته باشه تو بخوای هیپ بزنی و هیچ میگیره روت و عصبی میشی، وای 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 خیلی چیز بدیه، من تجربه کردم زیاد. بعد میگم کلا میخواید هیپ بزنید چیکار کنید، برید داخل رنگ یا حالا کاستوم، خودت حالا تنهایی که هیچی، اگه نیستی به بچه‌ها مثلا میگه آقا کل مچو برید همه هیپ فایر بزنیم. درسته مثلا مچ در میای یا صرف کیلی یا 1 کیلی یا 2 کیلی، ولی همون تعداد کیلویی که گرفتی همش هیپ فایره و قطعا از اون همه هیپ یکیش
فاصله دور و خوشگله و یه هیپ خوشگلم زدی و اصلا اشغال. میبینین الان من چقدر دارم ترای میکنم بخوره، نمیخوره، همش به شانسه. یعنی تو یعنی بخور نخور داره دیگه، از 10 تا 20 تا 30 تا یه دونش میخوره. آره دیگه من کلا همینجوری همیشه هیپ میزنم. نکته دوم که حتما باید رعایت بشه و خیلی مهمه، سویچ کردن گانت. حالا چه رو نایف چه رو نیت فرقی نمیکنه، فقط سویچ کن. یعنی ببینید بچه‌ها، یه کاری که باعث میشه که هیپ فایر دقیق تر و جمع و جورتر بخوره، این خیلی نکته مهمیه، سویچ کردن گانته. تو باید چیکار کنی؟ تو همون لحظه که مثلا من دستم نیده، خب اینجا AFK شده داشتم یه کاری انجام میدادم، همون لحظه که میخوای هیپ بزنی، اول از همه باید دستت یا نایف باشه یا نید یا تروفی یا هرچی به غیر از اسنایپ. موقعی که میخوای هیپ بزنی همون لحظه گانتو سویچ میکنی، هیپ میزنی. یعنی نباید بین این دوتا کار وقفه ایجاد بشه، بین سویچ کردن. تو حتما باید دستت اول گان میگم، دستت باید یا نایف باشه یا نید یا حالا هر چیز دیگه ای. همون لحظه که میخوای هیپ بزنی سریع از نید یا حالا نایف سویچ میکنی به اسنایپ، همون لحظه هیپ فایر رو میزنی، نباید بینش فاصله بیفته. این باعث میشه ببین ناکن چیکار میکنم، همون لحظه میزنم. یعنی تو اگه با اسنایپ راه بری، حالت عادی سویچ نکنی، با اسنایپ راه بری تیر بزنی، به هیچ عنوان احتمال اینکه تیرت بخوره زیاد نمیشه، جمع و جور نمیخوره، تیرات خیلی پخش میخوره. واسه همین این نکته دوم یادتون باشه، سریع گانتون سویچ میکنین رو اسنایپ، پیپ فایر میزنین، باعث میشه که جمع و جورتر بخوره تیرات. رفقا تا اینجای ویدیو رو دیدین، یه ساب و لایک نباید بکنین، یه حمایتی چیزی انرژی بگیرم، ویدیوهای خفن‌تر و آموزشی‌تر بذارم واسهتون، عشق کنید. بعد بچه‌ها اینستای منم این پایین میاد، حتما فالو کنید این ورو. و اینکه این هیپایی که یعنی این نکاتی که بهتون گفتم و اجرا کنید حتما، بعد برید تستش کنید داخل گیم، بعد هیپا رو بزنید و اشغال، بعد منم استوری کنید ببینم هیپاتون رو عشق کنم. منم رفقا نکته سوم بهتون بگم، لوکاس نسبت به بقیه اسنایپا خیلی هیپ فایرش بد میخوره. واسه همین به نظر من اگه میخواید هیپ فایر بزنید حتما دیلو بردارین، چون من با لوکاس هر کاری کردم تیرش جمع‌تر نمیخوره. شانسیه که یه بار جمع بخوره یه بار جمع نخوره، اما دیلو با این دو تا نکته اول که بهتون گفتم تیرش اکثرا جمع میخوره. واسه همین بهترین اسنایپ و بهترین انتخاب واسه یه هیپ فایره. و اینکه یه چیزی هم حتما رعایت کنید، اینکه واسه سویچ کردن فست کاری که باید انجام بدید اینه که پرک آمپد بذارید. اون داخل ویدیو قبلی هم راجع به پرک آمپد زیاد گفتم که باعث میشه که سرعت سویچتون بره بالا و راحت تر حالا هر کاری دلتون میخواید با گانتون اینو انجام بدید. کلا سرعت سویچ رو خیلی میبره بالا. واسه همین واسه اینکه بخوای سویچ کنی و هیپ فایر بزنی بهترین پرک واسه آمپده، اینم حتما بذاریدش. بچا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید و اینکه حتما اینجا رو با دقت ببینید چه جوری هیپ میزنم، دوتاشون رو هیپ فایر میکنم، حتما با دقت ببینید. اینجا خب یه خورده خربازی در آوردم، نباید اینجوری میشد، باید سویچ میکردم که بخوره تیرم. ولی خب از اونجایی که نکته اول خوب رعایت کردم تونستم هیپ رو بزنم. کلا حواستون به هیپ فایر هم باشه. اینجا هم نکنید، عشق کنید. دمتون گرم، فعلا خداحافظ.